امروز برنامه رنگکاریه. میخوایم این میز قدیمی رو با رنگ کردن به زندگی برش گردونیم. اولین قدم برای دخترها موها باید جمع بشه بالا، چون قراره با رنگ بجنگیم نه با تار موهای فوزور. بعدش یه سفره یا کاغذ پهن میکنیم کف اتاق که اتاق رو تبدیل به زمین نقاشی نکنیم. کشوها رو در آوردم، میز رو تمیز کردم و سنباده زدم. توی خونه فقط رنگ سفید و پسته‌ای داشتیم. گفتم همینه که من زهرا خانم باید با همینا کار کنی. نقشه این بود: میز سفید، حاشیه کشو پسته‌ای، ساده ولی دلبر. شروع به رنگ زدن کردم که یهو رنگ سفید گفت تا دیدار دیگر بدرود. گفتم باشه بابا تو برو، من با پسته‌ای حال میکنم. شروع کردم به رنگ زدن حاشیه ها. یه جایی که کنده شده بود چوب انگار رنگو قورت میداد. اون قسمت ها رو بتونه زدم، گذاشتم خشک بشه. رفتم رنگو خریدم و برگشت. رنگ سفید زدم قسمت وسط و یه دسته دیگه زدم به کل میز تا سفید بشه. این شد نتیجه نهایی که راستش اونی که میخواستم نشد. آخرش فرستادمش بره بشینه یه گوشه و فکر کنه به کاراش.